سمینار آگاهی دهی لیگ هفتم بزکشی برگزار و با موفقیت به پایان رسید. سمینار آگاهی دهی اما پترول لیگ بزکشی دور هفتم افغانستان از سوی ریاست فدراسیون ملی بزکشی با حضور مسئولان اداره ورزش، رؤسای تیم‌های بزکشی ولایات و پهلوانان داخلی و خارجی برگزار شد. مسئولان اداره ورزش میگویند که این سمینار با موفقیت به پایان رسید. قوانین و دستورالعمل‌های مسابقات پیشی رو به صورت واضح به تمام ورزشکاران و مسئولان تیم‌ها تشریح شده است. آنها تأکید کردند که تمام تیم‌های شرکت کننده مکلفند بر اساس این قوانین عمل کنند. شما دیدید که امروز ما سمیناری داشتیم که پهلوانای داخلی و خارجی، جمع رئیسا، مشاور صاحبا و کمیته فنی و مسلکی و حافظ صاحب معاون فنی و مسلکی تربیت بدنی کمیته ملی المپیک حضور داشتند. بسیار یک موفقانه سمینار بود. ما در طرز العملی که تشریح شد ایرا ما قبلا در بازیایی که بعضی مشکلاتایی بود او را ما کلش اضافه کرده بودیم. شماری از ورزشکاران با ابراز خرسندی از برگزاری این سمینار گفتند که برای پهلوانان قوانین لیگ بزکشی روشن شده است که این موضوع با آنها کمک خواهد کرد تا در جریان رقابت‌ها عملکرد درست و منظم داشته باشند. این سمینار بسیار برای ما قابل قدر بود، چون که بعضی پهلوانا تازه اشتراک کردن. خب پهلوانا کله چیزش به خاطر بازی همش وا شد که اینه چه کدام جای خطا نکنه، کدام جای مثلا هم دیگر را نزنه. بسیار یک سمینار واقعیت درس بود برای ما مردم پهلوانا و بایا. سمینار امروز ما که برگزار شد در اینجا در حضور رئیسا و چاپاندازا تمام یگام 90% 80% نتیجه داد که چاپاندازا کلشون باز شد، بیخی سرشون خلاص که تمام ترجمه رو در درس برای مردم بودن، مردم بسیار با روی برابر شد. این در حالی است که امروز سمینار و مراسم قرعه‌کشی لیگ هفتم بزکشی افغانستان برگزار شده و قرار است مسابقات به گونه رسمی فردا پس از مشخص شدن حریفان تیم‌ها آغاز شود.